تو خیلی شانس داری که این ویدیو رو پیدا کردی، چون قرار فرق بین یه آدم معمولی و یه آدم پولدار رو بدونی. این ویدیو رو از دست نده، امروز قرار خیلی زندگی رو تغییر بدی. سلام، من محمدم و خیلی خوش اومدی به یک ویدیو دیگه از کانال ویتاکس و خوشحالم که ویدیو رو لایک کنی تا افراد بیشتری بتونن زندگیشون رو تغییر بدن. بریم سراغ ویدیو. گزینه اول، صبح زود بیدار میشن قبل از بقیه. 5 صبح بیدار شدن یه مد شده، نه رفیق، یک سلاحه. وقتی که تو خوابی، اونایی که دنبال هدفشون میگردن صبح زود بیدار میشن تا موفقیت رو رقم بزنن. آدمای تنبل هیچ موقع موفق نمیشن. گزینه دوم، یاد گرفتن براشون واجب‌تر از تفریحه. اگه 1 ساعت از روز تو برای خودت اختصاص بدی. ثروتمندان مدام دنبال رشد خودشونن، کتاب میخونن، دوره میرن، پادکست گوش میدن، چون میدونن که پول همون چیزی که دنبال رشد میره. خب گزینه سوم، سرمایه گذاری میکنن، نه فقط پسنداز. فرق آدم معمولی با آدم پولدار اینه که یکی پولشو نگه میداره، اون یکی پولشو میفرسته کار کنه. ثروتمندان میدونن که پول تو بانک خوابیده، ولی سرمایه گذارا اون تقسیمش میکنن. املاک، سهام، بیزنس فرق نداره، مهم اینه که پول کار کنه، نه فقط خودت. گزینه چهارم، دوستای دور و برشون رو درست انتخاب میکنن. یک جمله معروف هست که میگه تو تعداد 5 نفری هستی که باهاشون دور میزنی و به صورت عامیانه بخوام بگم باهاشون میچرخی. خب یعنی چی؟ یعنی تو 5 نفری که باهاشون دور میزنی دقیقاً به صورت ناخودآگاه ذهنیت، اخلاق و رفتار و جسمت رو شبیه اونا میکنی. اگه ثروتمند باشن تو نفر ششم هستی، اگه فقیر باشن تو هم نفر ششم هستی. خب گزینه پنجم، ثبات شخصی. اگه تو نتونی خودت رو کنترل کنی، هیچ وقت نمیتونی پولت رو هم کنترل کنی. نظم داشتن فقط برای ارتش نیست، برای ساختن یک امپراتوری است. نگاه کن به کریستیانو رونالدو، اون فقط یک فوتبالیست؟ نه، اون یک نماد استقامته. با تمرین، نظم و سالها پایداری خودش رو به یکی از ثروتمندترین ورزشکارهای دنیا رسوند. موفقیت از آسمون نمیباره، ساخته میشه دوست من. خب گزینه ششم، بهانه نمیارن، راه حل پیدا میکنن. آدمای معمولی دنبال بهانه است، گرونی، پارتی نداشتن و شرایط بد. ولی ثروتمند دنبال راه میگرده، هر مشکلی براش فرصت برای رشده، چون میدونه که هر مانع یه پله است برای بالا رفتن و رسیدن به موفقیت. خب گزینه هفتم، چند منبع درآمد میسازن. فقط یک حقوق ثابت اصلا اون خیلی خطرناک میتونه باشه، مخصوصا اگه تو خیلی جوان هستی. ثروتمندا چند تا منبع درآمد میسازن. امکان داره یه بیزنس باشه، سرمایه گذاری کنن، درآمد آنلاین داشته باشن، ولی وقتی که خوابن اون براشون پول میسازه. میدونن. گزینه هشتم، زمانشون رو طلا میدونن. ثروتمندا میدونن وقت ارزشمندترین سرمایه اوناست. با دقت برنامه‌ریزی میکنن، وقتشون رو الکی روی چت الکی، نتگردی، توی اینستا و خیلی از پلتفرم‌های الکی وقتشون رو هدر نمیدن. فیلم دیدن، یه فیلم جدید اومده بریم اون رو نگاش کنیم، اصلا بدنشون رو میسازن، روانشون، تفکرشون رو. و نتگردی و بی‌هدفی با آدمای منفی نمی‌کنن. خب اونا میدونن هر دقیقه یا هر ثانیه میتونه براشون یک زندگی رو رقم بزنه و یک فرصت جدید باشه. خب گزینه روی خودشون سرمایه گذاری میکنن. پولدار شدن از توی خودت شروع میشه. یعنی چی؟ از توی ذهنت. اگر ذهنت قوی باشه، پول هم تو رو میتونه نجات بده. ولی اگر ذهنت ضعیف باشه، هیچ وقت نه پولدار میشی و اگر زمانی هم پولدار بشی دوباره میتونی و 100% حتی 99% میتونم بهت بگم که فقیر میشی. چطور؟ خب ثروتمندا اول خودشون رو میسازن، بعد ثروت رو. بدنشون، روانشون، تفکرشون، همه چی رو جدی میگیرن. گزینه دهم که خیلی میتونه مهم باشه برای زندگی، صبر دارن ولی دست از تلاش نمیکشن. ثروت سریع به دست نمیاد، ولی خیلیا فقط چون نتیجه رو سریع نمیبینن وسط راه ول میکنن و زود ناامید میشن. ثروتمندا میدونن موفقیت یک ماراتونه، نه یک دوی سرعت. بی حرکت نمیمونن، هر روز یک قدم جدید، ولی ادامه داره و هیچ موقع یک مانع نمیتونه جلوی اونا رو بگیره. خب یک جمع‌بندی میکنیم.
داداش من، خواهر من، هیچ کدوم از این تکنیک ها پیچیده یا دست نیافتنی نیست، ولی فرق بین اون کسی که انجام میده و اون کسی فقط گوش میده خیلی میتونه متفاوت باشه. امروز تو شنیدی، حالا نوبت عمله. اگر واقعا میخوای فرق کرده باشی، از همین الان یکی از این تکنیک ها رو انتخاب کن و اجرا کن، نه از فردا، از همین الان. یعنی چی؟ الان من چه کار کنم؟ خب گوشی رو بذار کنار، برو یک کتاب بخون، یا حتی توی گوشی برو یه سرچ کن و یک چیز رو یادش بگیر. میتونی زندگیت رو با همین چیزهای ساده عوض کنی. کدوم از این عادت‌ها رو دوست داشتی و میخوای کدومشون رو انجام بدی؟ تو کامنت ها برام بنویس، چون میخوام بدونم که کدومتون واقعا آماده اید برای تغییر. و اگر هنوز سابسکرایب نکردی، خب برای چی منتظری؟ کانال ویتاکس قرار شما رو از زندگی خیلی جلوتر بندازه. خب خیلی خوشحالم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. بسیار متشکرم. بدرود.